Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! Если вы еще впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Афганский Хумаюн опубликовал первые сообщения из Панджшира после того, как в провинцию вошли талибы. Вратари и официальные лица контрольно-пропускных пунктов говорят, что у них хорошие отношения с людьми, но они покидают свои дома, опасаясь повторения войны. У въезда в Панджшер, где был установлен портрет Ахмад Шаха Масуда, снесли. Вратарь говорит, что это сами люди, талибы к этому не причастны. Пока репортер разговаривал с блокпостами, жители выезжали из Панджшира на десятках грузовиков. Они связали причину отъезда из Панджшира с возможностью повторения войны, заявив, что их заставили выселить детей и женщин. В этих беседах, которые происходили перед боевиками Талибана, водители говорили, что с ними плохо обращались. Между тем репортер говорит, что у него есть разрешение на работу от талибов, и он знает их лучше, чем американцев, потому что они афганцы. На вопрос, лучше ли Ахмад Масуд или Талибан, репортер ответил, что оба были из Афганистана. Он призвал афганцев положить конец войне путем переговоров. امروز قصد کردیم که بیایم پنجشیر. کسانی که در دوره جهاد سهیم بودن، عکس‌های از اونا پاره شدن. اوله عمله دغه ټیپو څخه د فاریاب د قطیر څخه وسوله. اولین ولسوالیه که میایه ولسوالی شتل است. او بدر کوچ بار کجا میکشه، دل ما را نندازین. چه گونه واژه‌ای بود که استفاده کردی؟ چی میکنم؟ گفتین؟ هیچ، مراقب باش. ای جنگ خسته شدیم. من باور دارم از امروز که تام سر بلند کردی جنگ. جنگ بوده، در جنگ خسته شدیم، نفهمیدیم چه قسم جون بودیم، چه قسم پیر شدیم. من میگم به خاطر روشن نمودن بعض موضوعات اگر که زندگی خودم از دست میتم مهم نیست. تعجب نکردی ماها رو دیدی اینجا ایرانی‌ها رو؟ شما را نه. چرا تعجب به نکردی؟ خاطر که مردم خودم هم میشناسم، وقتی که مهمان به خاک ما بیایه با جان و دل از او پذیرایی میکنه. دست شما درد نکنه. این پل به نام پل تاواخ هست. برای من گفت طالبا برات نزدیک است یا آمریکایا. ما باید چی میگفتم؟ تو همین حرفی که زدیم خیلی خوب. صحیح بود؟ صحیح. خدا کنه به استادیوم ضرر نرسیده باشه، آسیب نرسیده باشه. اون نفر در اینجا میشینه؟ نه نفر خود داخل میشینه، این باش میشاش پلیت خود پیلوت اینجا میتونه فایل کنه. پیلوتا این کچالو برای 15 نفر. تاسو خپل مو پخ کړی؟ و خپل به نام خداوند توانا. سلام بینندگان ارجمند، خدا کنه که حالتان خوب باشه. من همایون افغان هستم. امروز قصد کردیم که بیاییم پنجشیر و فکر میکنم که داخل پنجشیر شدیم. داخل پنجشیر هستیم، این طرف دریا و این طرف هم کوه.
جاده های تنگ پنجشیر نماد از خاک و یا اراضی خود پنجشیر است. گفتنی های زیاد دارم، گپای زیاد دارم. در لابلای از گزارش میخوایم که گفتنی های خودم داشته باشم و به خود پنجشیر من تا که از نزدیک یک جایی را نبینم چیز گفتن نمیتونم. خب شما تصویرها را ببینین، من پیشتر میرم و یگان گپکایی با هم داریم. بله، من امیل از پیش دروازه پنجشیر هستم. ولایت نامدار پنجشیر چنین دروازه داره. من خیلی هراس ازی داشتم که مبادا این دروازه بسته باشه، وطنداران ما رفت و آمد کردن نتانن. اما خوشبختانه که شما میبینین موترها میرن و موترها هم میاین. از این نگاه دل من جمع است و شما بیننده ها همچنان دلتان را جمع بگیرین که رفت آمد مردم عادی ما خو چیزی که بچه‌شم دیده میشه وجود داره. امرای خودشان گپ هم میزنیم، قسم میکنیم در مورد جزئیات با مردم چه رویه میکنن، مردم با اینا چه رویه میکنه، چه مشکلات وجود داره، چه مشکل وجود نداره. در رابطه به این موارد گزارش خود را تهیه میکنیم. یک چیزی که در ابتدا هم شما دیدین، عکس هایی که کسانی که در دوره جهاد سهیم بودن، عکس های از اونا پاره شده. در این مورد هم پرسان میکنیم، میپرسیم که اگر این کار اینا کردن به حتما کدام دلیل میگن برای ما. خب روی تمام جزئیات قسم میکنیم و گپ میزنیم با شما. اما سنگ و شیشه که سر مقبره احمد شاه مسعود گذاشته شده بود او میده شده. شما خبر دارین کیا این کار کردن؟ قدم دوم نرسیدن مواد خوراکی است. برای فعلا مواد خوراکی در بازار وارد نمیشه. امروز 4 شده که نه دیگه در بازار کل مردم رنگ زرد بسته. افغانستان تو ایران در مجموع زندگی خوبی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما سالی نمیدونم 2-3 میلیون مهاجر میاد میره، ما توانایی رسیدگی به اینا رو نداریم. یادم به خودت بهتر است یا من برات بهتر هستم؟ کدام ما نزدیک هستیم برات؟ ایشون خلاص دیگه. با از افغانستان هستم. اصلی از پنجشیر است. خب اصلا از خود پنجشیر هستی؟ پنجشیر است. خب این ماشینه کم که اینجا کوفته جور میکرد حتما و چی میگن کباب شامی جور میکرد، اینجا هم کباب پکه میزد، کل چیز بر هم و در هم خورده. هنوز هم شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. دوست ما فکر میکنم میخواست مرا به چالش بکشه. اما چیزی که گفتم خدا کنه که در یک حالت خیلی عجیب مرا قرار دادن و من هم نخواستم که باز
طال طول بودم. گفتم برش اگر کم و زیاد بوده باشه ما از شما معذرت میخوایم و نمیخوایم که کمره را کتام بکنیم. عکس از احمد شاه مسعود، در سرشان بیرق جمعیت و در عقبش عکس جنرال جرأت. ما به استادیوم ورزشی پنجشیر آمده ایم. با اینمی سرواز. خدا کنه به استادیوم ضرر نرسیده باشه، آسیب نرسیده باشه. ما با بسیار مشکل یک بعض نهادها را ساختیم، بعض تعمیرات را ساختیم در افغانستان. کمک‌های خارجی هم بود. دوباره ساختنش یک اندازه سخت است. نه؟ چی گفت است؟ دست چک شده؟ کامرامن دستش چک شده. چی کردی کاکا؟ بله دوستان عزیز، اینجا تعمیر ولایت پنجشیر است و در کنار ما سخنگوی ولایت پنجشیر هستند. میخواهیم که ازشان بپرسیم در رابطه با موضوعاتی که تا هنوز پنهان مانده و یا در رابطه با بعض گپایی که تا هنوز ما شما نمیفهمیم. جناب مولوی صاحب وقتتان بخیر، خود اول معرفی بکنین. تشکر، بخیر باشین. مولوی نصرالله هستم، مسئول فرهنگی ولایت پنجشیر. بسیار خوب. مولوی صاحب شما مولوی حقیقی هستین دیگه؟ بله. من نمیفهم که از نگاه درسی و دروس به چه حد یک کس برسه باز مولوی گفته میشه. امیر یک کمک روشنی میشه بندازید؟ بله، یک کسی که دروس ابتدایی بالاخره چندین سال 12 سال درس بخونه، بعد از مدرسه علوم دینی فارغ شه، بعد مولوی گفته میشه. خیلی خوب. شما بیشتر کجا درس خواندین؟ پشاور، پاکستان. تازه فکر میکنم از پشاور. بله. دقیقاً وقتا کجا بودین راسته؟ در درس هم بودم. مصروف درس بله. در پشاور. بله. در افغانستان هم درس خواندین؟ بله، درس خواندم در ننگرهار. بسیار خوب. اصلا باشنده کدام ولایت هستین؟ تذکرتون از کدام ولایت است؟ اصلی از پنجشیر است. خب اصلا از خود پنجشیر هستید؟ پنجشیر است. بله. خب بوده باشتان کجا بوده؟ لغمان زندگی میکنم. در لغمان زندگی. خیلی پشتو هم خوب میفهمین؟ بله، پشتو میفهمم. خب بسیار تشکر. این در مورد خودتون یک ذره گفتم مردم بفهمن. خوب است. حالا آمدیم روی ازی که ولایت پنجشیر چند فیصد ولایت پنجشیر به دست امارات است؟ از ولایت پنجشیر تقریبا 98%. 2% مانده میگین؟ 2% هم مانده، او را ما عملیات نمیکنیم به خاطر مردم که تلف نشوند، در کوه هستند، تکلیف نرسند. اما در اصل ما عملیات خوش ندارم. به حساب صلح همیشه بیان گفتگو روان است. یعنی شما هم طرفدار از این هستین که مذاکره شود؟ بله بله، جنگ خشونت و ویرانی خونریزی خو ما اصلا خوش نداریم. ما از اول که ولایت پنجشیر در جمله فتوحات ولایت ها نبود، مذاکره ما دوام داشت اما یا قبول نکردن. والی ولایت پنجشیر از خود پنجشیر است؟ بله، زولسوالی پریان ولایت پنجشیر است. دیگه کدام مسئولین پنجشیر از طرف امارات از خود پنجشیر تعیین شدن؟ اکثریت مسئولین پنجشیر یا همیشه بگیم یا اکثریت ولایت پنجشیر از این پنجشیر هستند. خب یک تعداد قطعات که آمدن یا می باشن اینجا یا میرن؟ یا تا وضع کم آرام شوه، مردم آرامی احساس کنن، دیگه کار و بار شروع شوه، یک چند مدت هستن. یک مدت هست. یک مدت هستن. ما یک از دروازه پنجشیر که داخل شدم، چیزی که مرا واقعا جگرخون ساخت امی بود که مردم اما بار و بستریشان در سر موترا میبرامدن. من پرسان کردم چرا میبراین؟ گفتن که ممکن جنگ شدت پیدا کنه. با او دلیل ما خوب است که زودتر از اینجا بریم. بله، ما هم دیدیم یک چند تعداد میرن. میشه واقع در پیش قبلا در حکومت دوره قبلی وظیفه داشتن، میرن دیگه کابل زندگی کنن. خودشان ترس احساس دارن، گرچه عفو عمومی امارت برشان باز است. مردم عادی هدف مسکونا میگن شاید جنگ شه، وقتا جنگ ما مگریزه. جنگ دیگه وجود نداره، دیگه کسی توان جنگ با پرسنل امارت نداره. الحمدلله به نصرت الهی تمام پنجشیر تصفیه شدگی است. دیگر سلاح نیست، کسی نیست که جنگ کنه. دیگه جنگ چطور شود؟ امکان نداره. من حیث سخنگوی ولایت پنجشیر یا مسئول بخش فرهنگی پنجشیر
بر مردم چه وعده میتین تا چند روز دیگه ادارات پنجشیر فعال میشه از مکتب شروع تا مقام ولایت؟ ما خو امی حال هم آماده هستیم که مردم پنجشیر بیا به زندگی خود ادامه بده. هیچ نوع تهدیدی برای مردم پنجشیر نیست و مردم ملکیش نیست. کسایی که نظامی بودن و به وام نیست، کارمند دولت بودن به وام نیست، به هیچ کسی نیست. به مکتب باز شوه همین حال هم باز کنن. ما آماده هستیم امنیتشان بگیریم، اما به حساب ترس مردم شاید یک روز وقت بگیره که خود مردم امو دل کنن که می بیان با کار روزمره خود شروع کنن. اما از ما کدام مشکلی نیست که همی عالم بیان. ما آماده هستیم که امنیتشان بگیریم و امنیت هست. هم هیچ جای جنگ نیست، امنیت است، دزدی نیست، قتل و غیره هیچ چیزی وجود نداره. هفته شهید است و میخوایم در رابطه به هفته شهید و ترور احمد شاه مسعود بگوین بر ما. بله، هفته شهید نامگذاری از طرف همو اداره کابل شده بود. باز ما انشالله این گپ بعدی امارت است، تصمیم رهبری است که یک روز یا یک هفته را به هفته شهید نامگذاری کنه. بعد از او باز امو هفته تجلیل خواهد شد. در رابطه به ساله از سال روز ترور احمد شاه مسعود تجلیل میشد در پنجشیر، در کابل، در دیگر ولایات، اما امسال تجلیل نشده. خب بله، هفته شهید فعلا ما گفتیم که هنوز رهبری امارت این تصمیم نگرفته کدام روز کدام هفته برای شهیدا تجلیل شود. و اما سنگ و شیشه که سر مقبره احمد شاه مسعود گذاشته شده بود او میده شده. شما خبر دارین کیا این کار کردن؟ او را اکثرا میشه امو کسایی که دوجا مردمان ملکی باشند، تضاد داشته باشند با امو احمد شاه مسعود قبلا اما کرده باشند. از طرف مجاهدین ما این کار نشده، ما این رد نکنه. یعنی طالبای کار نکردن، هرگز این کار نمیکنه. ما به خاطر امنیتش بعد از شیشه شکستان که خبر شده ما به امنیتش اونجا نفر فرستادیم که امنیتش بگیره، احساسات مردم جریحه‌دار نشود.